سلام و درس اول ترین اپیکاریمی خوش آمده. درس اول درباره greetings and introduction است. درباره احوال پرسی و معرفی. اگر چینل سابسکرایب نکردین، چینل سابسکرایب کنین، این ویدیو را لایک کنین تا درس شروع کنیم. درس اول 4 بخش داره. بخش اولش مکالمه یا محاوره است که بین دو شخص انجام میشه. جملات انگلیسی و ترجمهش نوشته شده. من جملات انگلیسی را دانه دانه برای شما تشریح میکنم، طریق استفاده شانه و ترجمهش برای شما میگم. بخش دوم درس لغات مرتبط به می درس است، به می درس اول که شما میتونین لغات ها را حفظ کنین و روزانه از او استفاده کنین. بخش سوم عبارات پرکاربرد مرتبط به درس است که شما میشه او عبارات هم حفظ کنین و در جملات روزمریتان از او استفاده کنین. بخش چهارمش کویز است که 4 سوال داره. هر سوال 3 جواب داره، یعنی سوالای 3 جوابه هست. شما جوابا را در پایان ویدیو نوشته میکنین و ما کامنت میکنین. من هر کدام کامنت شما را میخوانم و بر شما جواب میدم. بخش اول مکالمه یا محاوره هست. Good morning. How are you today? Good morning. How are you today? صبح شما بخیر. How are you today? چطور هستن امروز؟ How یعنی چطور. Today امروز. You شما. are یعنی هستید. How are you today? امروز شما چطور هستید؟ شخص دوم برش جواب میده. Good morning. صبح شما بخیر. I'm fine. Thank you. من خوب هستم. تشکر از شما. I'm fine یعنی من خوب هستم. Thank you. تشکر از شما. And you شما چطور هستن؟ And you شما چطور هستن؟ باز شخص اول جواب میده. I'm doing great. من عالی هستم. I'm doing great. Thanks for asking. من عالی هستم. تشکر از اینکه پرسیدین. Great عالی. Thanks for asking. تشکر از اینکه پرسیدین. Asking پرسیدن معنا میده. Ask پرسیدن، سوال کردن. My name is Ahmad. Nice to meet you. نام من احمد است. از ملاقات شما خوشحالم. My name is Ahmad. Nice to meet you. یعنی نام من احمد است. Nice to meet you. از ملاقات با شما خوشحالم. Meet ملاقات میشه. Meet یعنی ملاقات. شخص دوم باز جواب میده. Nice to meet you too. احمد. من هم از ملاقات با شما خوشحالم احمد. I'm Fatima. من فاطمه هستم. I'm Fatima. من فاطمه هستم. To کلمه to که اینجا آمده یعنی همچنان. To یعنی همچنان. Fatima, are you new here? فاطمه، آیا شما اینجا تازه وارد هستید؟ Are you new here؟ یعنی به معنای که شما وقتی از شخص مقابل سوال کنین که شما به اینجا نو آمدین، به اینجا تازه آمدین، به اینجا تازه استخدام شدین یا تازه وارد هستین، شما از او پرسان میکنین از شخص بعدی که are you new here؟ Are you یعنی آیا شما new جدید here اینجا، آیا شما تازه اینجا آمدین، آیا شما جدیدن اینجا آمدین، یعنی آیا شما تازه استخدام شدین که معنی کلگیش میده. شما از شخص مقابل پرسان میکنین یا وقتی بخواین پرسان کنین باز میگه yes. شخص بعدی باز جواب میده yes I just started working here yesterday. بله من تازه دیروز اینجا کار شروع کردم. yesterday یعنی دیروز. working کار یا کار کردن. here اینجا. just فقط. yes I just started فقط یا تازه. just فقط یا تازه دوست است. I just started working here yesterday. یعنی من تازه دیروز اینجا کار شروع کردم. It's a lovely place. اینجا جای دوست داشتنی است. It's a lovely place. اینجا جای دوست داشتنی است. Lovely دوست داشتنی. Place جای، مکان. Place. Welcome. شخص بعدی باز میگه welcome یعنی خوش آمده. I hope you enjoy your time here. امیدوار هستم از وقتتان اینجا لذت ببرین.
I hope یعنی وقتی به کسی آرزو کنن، به کسی چیزی را آرزو کنن میگن I hope، من امیدوار هستم یا من آرزو دارم. I hope you enjoy your time here. یعنی من امیدوار هستم شما از وقتتون اینجا لذت ببرین. Let me know if you need anything. اگر به چیزی نیاز داشتین برای من بگوین. Let me know if you need anything. اگر به چیزی نیاز داشتین برای من بگوین. Let me know یعنی مرا در جریان بگذارین یا مرا بگوین به زبان عامیانه، یعنی مرا در جریان بگذارین. Let me know if you need anything یعنی برای من بگوین اگر چیزی شما نیاز داشتین. Anything یعنی هر چیزی نیاز داشتین یا چیزی نیاز داشتین. Need ضرورت داشتن. You too فاطمه. Goodbye. شما همچنان فاطمه. خدا حافظ. You too فاطمه. Goodbye. شما همچنان فاطمه. خدا حافظ. To به معنای همچنان. To به معنای همچنان. وقتی شما برای کسی میگین you too یعنی شما هم همینطور یا شما هم همچنان. Vocabulary بخش لغت‌های مرتبط به درس که بخش دوم درس است. Hello, hi. Hello, hi هر دویش سلام. سلام دادن است معنیش. هلو را وقتی شما بخواین رسمی تر صحبت کنین، وقتی بخواین با خود از خود کرده با کسی بزرگتر باشه صحبت کنین، وقتی در محیط رسمی باشین صحبت کنین و یا شخص را به بار اول میبینین معمولا از هلو استفاده میشه که هلو شکل رسمی را داره. های معمولا شکل عامیانه هست و شکل غیر رسمی است که شما میتونین با دوستا، خانواده، رفیق و همکاری که مثل دوست است با شما میتونین از های استفاده کنین که معنی هر دویش همون سلام دادن میشه. Good morning صبح شما بخیر. Good afternoon بعد از ظهر شما بخیر. Good evening شام شما بخیر یا شب شما بخیر. Good evening. البته در اینجا شب است، دوستا شب good night میگه، یعنی good evening وقتی که شما میگن شام شما بخیر. Goodbye خدا حافظ. Goodbye خدا حافظ. Key phrases عبارات کلیدی و عبارات که مرتبط به درس هستند. How do you do? How do you do? How do you do یعنی چطور هستن. How do you do و how are you هر دویش یک معنا را میده. How do you do به شکل رسمی هست وقتی شما شخص را به بار اول میبینین استفاده میشه. معمولا شخص به بار اول میبینین how do you do میگن، یعنی هدفشون همون how are you است، ولی این جمله زیاد رایج نیست، یعنی زیاد به شکل عام مردم استفاده نمیکنه. حتی اگر شخص به شکل اول به بار اول هم میبینن باز هم از how are you بیشتر استفاده میکنن. زیاد رایج نیست ولی اگر جای استفاده میشه و یا شما استفاده میکنین طریق استفادهش است که how do you do وقتی شما بخواین رسمی صحبت کنین و وقتی شما شخص به بار اول میبینین از how do you do استفاده میکنین. What about you شما چطور. What about you شما چطور. وقتی از کسی پرسان میکنین مثلا شما میگن که I like black color من رنگ سیاه را خوش دارم. What about you شما چطور. What about you شما چطور. وقتی از شخص بعدی پرسان کنین که مثلا شما چطور. See you later یعنی تا دیدن بعداً یا بعداً میبینم، مثل ای که با کسی goodbye میگن در آخر خداحافظی یا در آخر وقتی که شما با کسی صحبت میکنین در آخر استفاده میشه see you later یعنی تا دیدن بعداً یا بعداً میبینم. بخش کویزی درس است. سوال اول، هر سوال قسمی که گفته بودم 3 جواب داره. شما در کامنت مثلا نوشته میکنین سوال اول جواب، اگر A درست است پیش رویش A میمانین، اگر B درست است B میمانین، اگر C درست است C میمانین. Question 1 سوال اول What does nice to meet you mean؟ Nice to meet you معنیش چی است؟ جواب It means
I'm not happy to see you. یعنی من از دیدن شما خوشحال نشدیم یا من از دیدن شما خوشحال نیستم. B. It means I'm happy to meet you. B یعنی من از ملاقات با شما خوشحالم. C. It means I'm sad to meet you. C یعنی من از ملاقات با شما ناراحت هستم. Question 2. سوال دوم. If someone says, how are you? What is the common reply? اگر یک شخص بگوید how are you جواب معمول چی است؟ What's common reply؟ جواب معمول چی است یا جواب رایج چی است؟ A. Goodbye. B. My name is. C. I'm fine. Thank you. هر جوابی که درست است شما نوشته میکنین question 2 و اونمو جوابه. اگر جواب مثلا B هست شما B نوشته میکنین، اگر C هست C نوشته میکنین، اگر A هست A. سوال سوم. Ahmad says nice to meet you. What does Fatima say in return? احمد nice to meet you گفت. حالا فاطمه در جوابش چی میگه؟ What does Fatima say in return? فاطمه در جوابش چی میگه؟ In return یعنی در جوابش. در اینجا به مشکل معنا میده. A. Goodbye Ahmad. B. Nice to meet you too Ahmad. C. How are you Ahmad? هر جوابی که درست است در کامنت نوشته کنید. سوال چهارم. When do you say good evening? چه وقت شما good evening میگین؟ A. In the morning. B. In the afternoon. C. In the evening. این بود درس اول. امیدوار هستم درس برای شما مفید واقع شده باشه. هر نظریه، پیشنهاد و سوال داشتن میشه در کامنت ویدیو نوشته کنین. برای بهتر شدن روش درسی، برای بهتر شدن محتویات هر نظر داشتن میشه در کامنت نوشته کنین. تمام کامنت های شما را میخوانیم و برایش پاسخ میدیم انشالله. باز هم اگر چینل سابسکرایب نکردین چینل سابسکرایب کنین، ویدیو را لایک کنین. سپاس از همراهی شما. وقت بخیر.